باب درباره آن حدیث هایی که آیید آن آمده است که عمل ها وابسته بر نیت ها هست. عمل در شریعت اسلام وابسته بر نیت است. یعنی عمل وابسته به بزرگی عمل و به زیبایی عمل نیست، بلکه وابسته بر نیت است. مثال، یک آدم آمد در مسجد نماز خوانده ایستاده است. بسیار نماز خوشرو و طولانی. مقصدش از این نماز خواندن فریب دادن اهل مسجد و مغرور کردن آنها با این نماز زیبایش. خیلی که امام مالک رحمت الله علیه از یک استاد علم گرفتن و آن آدم ضعیف بود در علم حدیث. بنابراین هر حدیثی که امام مالک از همون استادشون روایت میکرده حدیث ضعیف میشد، برای آنکه اون آدم ضعیف است، آدم غیر مقبول است در نزد محدثان. وقتی که امام مالک پرسیده شدن که برای چی از فلانی روایت کرده، با وجود آنکه امام مالک بسیار در انتخاب استاد سراسیمه نمیشدن و هر کی خودشون شاگرد نمیگرفتن، نمازهاش تفتیش میکردن، تقواش تفتیش میکردن، علمش تفتیش میکردن. در مسجد نبوی 70 تابعین دیدن. گفتن تابعین یعنی شخصیت هایی که صحابه ها رو دیده است. همه آنها مستجاب و دعوت بود. یعنی شخصیت هایی بودن که اگر دعا کنن دعاهاشون در حال قبول میشد. از یگان نفری آنها علم نگرفتند. 70 نفر تابعین رو دریافت کردند. اونا شخصان بی تقوا نبودن، شخصانی بودن که دعاهاشون در حال قبول میشه، لیکن از یگان نفری آنها علم نگرفتند، چون که اهل حدیث نبودن، سزاوار نبودن که از اونها علم گرفته شود. علم حدیث یعنی برای خود یک منزلتی خاص دارد. بنابراین وقتی که امام مالک اگر در خانه باشن و کسی به مسئله فقهی بیاید، یگان کس مسئله طلاق، مسئله نکاح، مسئله های طهارت و روزه و زکات که آمده باشد، در کدام حالت نباشند پرسنده قبول میکردن، میگفتن درا سوال میداد جواب میدادن. میگفتن که اگر خدمتگارشون میگفت که پرس کی به چی آمده است، اگر گوید که به گرفتن حدیث آمده است، میگفتن که منتظر باشد. میدر آمدن غسل میکردن، بهترین لباس های خود را میپوشیدن، سله میپوشیدن، با خودشان خوشبویی میکردن، یا منبری خاص برای حدیث داشتن، برای آمده مینشستن، بعد میگفتن که در آیت. ببینید یعنی فرق علم حدیث و علم فقه. و از آن آدم هایی که نسبت حدیث احترام نمی کردن علم نمی گرفتن. وقتی که عمرو بن دینار را پرسیده شدن که برای چی از عمرو بن دینار علم نگرفتی، حالا که عمرو بن دینار در زمانی که امام مالک جوان بودن در مدینه حضور داشتن و مدینه آمدن، با وجود اینکه در یک شهر واخوردن علم نگرفتن و از عالم کلام علم نگرفتن، خاصتا در یک شهر اگر واخورید و علم نگیری عیب است. امام مالک عیب کرده شدن که برای چی از عمرو بن دینار علم نگرفتی؟ گفتن که رأیته یحدث الناس قائما، دیدم که حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم را در حالت راستا ایستادن میگفت. برای همین علم نگرفتم. گفتم حدیث راست ایستاده گفتنش بعد میدیدم. وقتی که یکی از آدم ها از ایشان حدیث پرسید و حالا که مالک راه میگشتن، گفتن کیست این کسی که از من در حالتی که من راه میگردم حدیث میپرسد؟ گفتن که 5 دره زنید برای همین بیادابیش نسبت حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم. بعد گفتن که ای امام مالک، این آدم قاضی مدینه منوره است. امام مالک اقل امامی 5 وقته نیستن، یگان وظیفه دولتی ندارن. گفتن که 5 دره زنید مثل قاضی. مردم اجرا کننده، یعنی بجای قاضی اگر سود گوییم ملیسه ها اجرا کننده، یعنی فرمانی سود، اینا برید زندان کنید گو میبرن. اینا 5 دره زنیتون. گفتن که ابو عبدالله این آخر قاضی مدینه هست، این خودش قاضی هست.
گفتن که القاضی احق ان یؤدب، قاضی سزاوارترین شخص به آداب و اخلاق است، سزاوار است که آداب داده شود. یعنی معامله امام مالک رو دیدید با اهل حدیث و با اهل فقه چگونه فرق میکرد و اسلوبی درس دادنشون هم فرق میکرد. بر بی‌طهارت باشون هم به مسئله های فقهی جواب میداد، اما برای حدیث نه، طهارت میکردن، غسل میگرفتن. سبحان الله. بعد وقتی که پرسیده میشدن که برای چی شما این گونه نسبت حدیث یک منهجی خاص دارید، گفتن که ابجل بذلك حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم، من با این کارم حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم رو احترام میکردم. حتی به طهارت حدیث نمیخوندم که این هیچ کسی این خیل منهج ندارد. حدیث به طهارت خواندن با اجماع علما ممکن است. حدیث قرآن نیست که به طهارت کرده خوانید. لیکن امام مالک حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم به طهارت نمیخوند، بنابراین الله تعالی یک نوع هیبت داد برای ایشان که از قاضی ابو یوسف و گاه بعضی علما از محمد ابن حسن شیبانی شاگردان امام ابو حنیفه نقل میکنن که ایشان گفتن که جلست بین الهادی والمهدی والرشید، من بین هادی، مهدی، رشید یعنی هارون الرشید، سه خلفای مسلمان ها، یعنی در طول عمرشان سه خلیفه دریافت کردن، من در بین سه خلیفه نشستگی هستم. یعنی به نزد سه پادشاه من در آمدگی هستم، هم نشست شدگی هستم. والله آن هیبتی که از مالک میافتم از اونها ندیدم. یعنی در نزد پادشاه ها این خیلی دست و پام نمیلرزید، چه خیلی که در نزد مالک میترسیدم. بعضی علما گفتن که این همش به سبب آن هیبتی که امام مالک نسبت خود و نسبت الله تعالی رعایت میکرد. هیبت را الله تعالی میدهد. هیبت هاب یهاب هیبتا کلمه عربی هست. هیبت ترس. وقتی که به نزد یگان کلام میدارید هیبتش شما فرا میگیره، دست پاهاتون میلرزه، گپ زده نمیتونید، چیزی میخواستگیتون گفته نمیتونید. همین هیبت است. همین هیبت هم گفتن در سن نزد خلفاهای مسلمانان در آمده. اون هیبتی که در امام مالک یافتم در اونا ندیدم، در یگان کس ندیدم. بعضی علما گفتن که سبب این هیبتی که الله به امام مالک داد، اون هیبت خود الله تعالی بود که امام مالک رعایت میکرد. مثلا در خانه نشستید، باید لباسی تحپوش خسته نماز میخوانید، لیکن اگر یگان آدمی پولدار بیاد، یگان آدمی با آبرو بیاد، به همون لباس تو نماز نمیخوانید. این دلالت میده که شما هیبت الله تعالی رعایت نکردید. یا مسجد به کدام لباس اومدید و به حکومت به کدام لباس رفتید. قدر مسجد و قدر الله تعالی خذوا زینتکم عند کل مسجد گفته است. زینت خود را در مسجد گیرید. یعنی شما رعایت نکردید. برای همین هم هیبتتون نیست. خلاصه علم حدیث در نزد امام مالک و در نزد بسیار عالمایی که قدر حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم رو میدانستند فرق میکرد. و بعضی آدم ها واقعا انما الاعمال بالنیات، کمتر از موضوع دورتر رفتیم. امام ابو حنیفه، امام بخاری رحمت الله علیه گفتن که ان الاعمال بالنیات در عنوان برنامه، در عنوان حدیثی که بعدی آن ذکر میکنن ترجمه میگن علما. ترجمه یعنی عنوان حدیث را از خود حدیث گرفته مانه. گفتن که عملها وابسته بر نیت ها هست. عملها در شریعت اسلام معتبر است وابسته بر نیت. یه آدم مسجد ساخته است، مسجدی به نهایت بزرگ، بسیار زیبا، بسیار به صفت، با کدام نیت؟ اینقدر کاری بزرگ کردی، با کدام نیت؟ با نیت شهرت، ثواب نیست بلکه گناه است. با نیت خلق رو فریب دادن که من مسجد ساختم، دانید که من آدمی دار هستم، بنابراین به من آواز دهید، مثلا جانبداری از من کنید، ضد من نخیزید. با این نیت ها، با نیت این که عموما به خلق نشان دهد که این آدمی غمخوار دین، اون عمل در شریعت قدر ندارد. بنابراین میگفتن که چخیلی که در جامع العلوم و الحکم ابن رجب حنبلی آورد،
رب عمل صغیر یکبره النیه، گاه عملی خرد را نیت بزرگ میکند و گاه عملی بزرگ را نیت خرد میکند. عمل بزرگ است ماشاءالله، لیکن نیت که بد است از اون عمل فایده نیست. یک آدم مسجد آمده است، گفتیم نمازهای طولانی میخواند، نمازهای زیبا میخواند، لیکن مقصدش فریب دادن جوانها که مغرور شوند که این آدم به تقوا بوده است، باور کنند، و حال که وی با مقصد فساد کردن بین مسلمان ها، با مقصد رسانیدن خبری مسجد به بیرون آمده است. ریش های دراز مانده است، نمازها را ماشاءالله موافق سنت میخواند، لیکن از کیسش او دستوری نیش میغلطد ناگاه که برای بعضی ها دیده میماند. یعنی این عملی بزرگ، عملی زیبا، ولی چی؟ قدر ندارد در نزد شریعت. انما الاعمال بالنیات، عملها وابسته بر نیت است. به کدام نیت کرد؟ نیت اعتبار است. و امام مالک همون استادی که ملامت میشدن که برای چی از وی علم گرفتی، بودن که مرا با زیبایی و طولانی نمازش فریب مغرور کرد. دیدن که نمازش بسیار طولانی، اون بیچاره خالصا لیلا خواندگی است، شاید او بیخبر است که امام مالک وی نظارت کرده است. بعضی آدم‌ها ببینید نمازهای فرض طولانی میخوانند در جماعت، لیکن وقتی نمازهای نافله شون میبینید نیست. نماز نافله ندارند، نماز شب ندارند، هم برای جنازه مسجد میبیان. ما بعضی امام‌های شاهد شده هستیم، امام خطیب به نمازها نمی آمد، 5 نماز بامدو تمی آدم میخواند یا نمیخواند، آدم شک میکند که خیلی فرزن اخواب ماند، خواب کرد، آیا خسته قضایی میخوانده باشد یا نیفتگی فکر میآمد به سر. چون که بی نهایت و اخیل آدمای در خانه نماز خوندنش تصور کرده نمیشه. امام خطیب است فقط کی وقتی که جنازه شود پیدا شده میاد، روز جمعه میبیاد. در کجا جنازه شود دوام میرد. بنابراین امام مالک رحمت الله علیه دیدن که می آدم نمازهای نافلهش طولانی، نمازهای سنتش طولانی، چندین روزها نظاره کردن، بعد رفته شاگرد شدن. کی بیچاره در تقوا خوب بود در ذهنش خوب نبود. در علم حدیث بسیار علم حدیث از دیگر علم فرق میکنه. یکی از شرطاش عادل باشد. اون عادل دو شرط داره، یکمش با آداب باشد، غیر از اینکه به تقوا هست. دویمش یعنی العدل من یجتنب الکبائر، از گناههای کبیره پرهیز کند، و یتقی فی الاغلب الصغائر، در اکثر حالاتش از گناههای صغیره هم خودداری کند. گناههای صغیره گناهی که از همه صادر میشه، اون اگر صادر نشد آدم بیگناه میشه. العدل من یجتنب الکبائر و یتقی فی الاغلب الصغائر. تعریف عادل این است که عادل آن آدمی که عادل، یعنی در علم حدیث آن آدمی که از گناههای کبیره پرهیز کند و در گناههای صغیره بردوام نباشد و چنان آداب و اخلاقی داشته باشد که در همون منطقه اش یعنی رعایه کند آداب و اخلاق را. مثلا راست ایستاده خوردن گناه نیست در نزد شریعت، لیکن راست ایستاده خوردن بی آدابی حساب میشه. داملوی کلان، سلاهای موندگی، ریشا کلان در کوچه راهی روان نان خورده رفته است یا مراجع خورده است، حدیثش قبول نمیشه. اگرچه وی گناه نیست در نزد شریعت، لیکن در نزد محدثا و علاقه شخصی که مروتش ریختگی است. مروت که ریخت، خوارم المروه، عملهایی هست که مروت را میریزاند، یعنی انسان از قطار آداب به آداب ها میبرارد. حدیثش قبول نیست. خلاصه برادرای عزیز، عملها وابسته بر نیت ها هست. ما به بزرگی عمل نگاه نمی کنیم، به نیتی، یعنی ما مقصد شریعت، به نیتش اعتبار. یک آدم از راه یک خار دور میکنه، میگوید که والله لانحینه عن طریق المؤمنین لا یؤذیهم، قسم به نام الله تعالی همین خار را از راه مسلمان ها دور میکنم که آنها را اذیت ندهد.
پیامبر صلی الله علیه و سلم که به سبب همین کارش از آتش دوزخ الله تعالی او را دور کرد. عملی کوچک است، راهی را روان یک خار گرفت پرتافت. یک عمل سبب شد که از دوزخ دور کرده شد. نیت بزرگ بود، نیت عظیم بود. باب ما جاء ان الاعمال بالنیة، در بعضی نسخه ها این آمده است، هر دوش هم اجازت است. باب ما جاء ان الاعمال بالنیة والحسبة، عمل ها علاقمندی دارد به نیت و به حسبت. حسبت امیدی ثواب کردن. وقتی یک عمل رو اجرا میکنید نیت کنید. نیت کنید که برای چی به همین جنازه میرید. فلانی گذشت است، وای فلانی پدرم که دوست بود، فلانی برای ما خیش دور میشد نرویم نمیشد. برای این ثواب نیست. جنازه خبر شد، اگر به جنازه اشتراک کنم مانند 2 کوهی قیرات ثواب میگیرم، مانند 2 کوهی عظیم ثواب میگیرم، میروم. یعنی همین نامش حسبت میگن، یعنی احتساب، حساب کردنی ثوابش، با امیدی ثواب اجرا کردنی کار. ولی کل امرئ ما نوی، باب درباره این که هر کسی که هر چی نیت کرد همون حاصل میگردد برایش. به معنای کسی نافله نیت کرده باشد اون نافله هست. مثلا یک آدم $1000 تی گفت دادید، خیر کن گفت دادید. وقتی که دادید نیتتون هم تو نافله بود، زیادتی خیر و سخاوت بود. بعدی رفتنش گوید که همون زکات به حساب کنم، من باید زکات میدادم، همون زکات حساب کنم، گوید نمیشه دکن، چون که شما در وقتش نیت نکردید. ولی کل امرئ ما نوی، شما 2 رکعت سنت نیت کردید، اون تو میبینید که در رو براتون ساعت وقت کم مونده است، میگوید که بیایم سنت نه فرض رو میگردونم، نیت نمیشه. ولی کل امرئ ما نوی، هر کس چی نیت کرده باشد ثواب همون عمل میگیرد، اون نیت تغییر داده نمیشه غالبا. فدخل فیه الایمان، بعد امام بخاری رحمت الله علیه گفتن که فدخل فیه الایمان، در آمد در همین جمله ها ایمانم، چون که در نزد امام بخاری و در نزد اهل سنت و الجماعت عمل از ایمان است. باب ما جاء ان الاعمال بالنیة، باب درباره اینکه عمل ها وابسته بر نیت است. فدخل فیه الایمان، ایمان هم به همین کلمه در آمد گفتن، یعنی که باب درباره اینکه عمل ها از جمله ایمان وابسته بر نیت است. یک آدم شاید ایمان آورد با مقصد فریب دادن مسلمان ها. منافقای مدینه وقتی که دیدن که حکومت در دست مسلمان ها شد، دیگه خانه و دراشون در مدینه ترک کرده، به یک جای غریب رفتن نخواستن و مسلمان شدن ظاهری. نشهدو انک لرسوله، اگر پیامبر صلی الله علیه و سلم بینم گفتن که ما شهادت میدیم که شما رسول الله هستید، والله یشهد ان المنافقین لکاذبون، الله تعالی شهادت میده که منافقا دروغگوی بودن. الله تعالی میدوند که منافقا دروغگوی بودن. یعنی اینا ایمان آوردن به زبان ولی به قلبشون نه آوردن. و یک معنای این باب در کتاب ایمان این است که ایمان عملی قلب است و اگر بنده یگان عمل را اجرا کند نه به خاطر الله و این عمل حساب نمیشه در نزد شریعت. مثلا یک آدم گفت که من از مسجد میرم نماز میخوانم تا اینکه مردم فکر کنن که من نمازخوان هستم. مثلا یک آدم خواستگاری میبیاد، صاحب دختر میگه که من به تو دختر نمیدم چون که تو نمازخوان نیستی. یا یک آدم میگه که اون آدم دخترش نمیده به نمازخوان، بعد اسمی روز میره نماز میخونه در بری همون آدم، تا اینکه همون آدم بیند که این نمازخوان و اون دخترت یاد، اون مقصدش همون دختر گرفتن، نه مقصدش نماز خواندن، نه ثواب، نه هیچی. همین عملش باطل است. همین عمل نیست در نزد شریعت. چه خیلی که رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه ارجع فصلی فانک لم تصلی، را نماز خون تو نماز نخوانیفته. یا صحابه اومده 2 رکعت نماز خوانید در مسجد نبوی صلوات الله و سلام علیه. بعد اومده به بهترین خلق الله تعالی حضرت رسول اکرم سید اولین و آخرین سلام داد.
پیامبر صلی الله علیه و سلم با سلامش علیک گرفتن گفتن رو نماز خون، تو نماز نخوند. او نماز خواند، الله اکبر گفت، 2 رکعت نماز خواند، سلام داد، پر نماز خواند، گفتن که تو نماز نخواندی، برای اینکه ارکان به جا آورد. یکی از ارکان عبادات این نیت، اون عبادت خالصا لله باشد. اگر عبادت خالص برای الله نباشد، با نیتی نیک نباشد، و مردود است. الله تعالی در حدیث قدسی گفت که ترکته و شرکه، کسی که یک عمل را اجرا کند به خاطر من و به خاطر دیگرهایم، خالص نه، خالص معنیش 100% خالص برای من نه، شرک آورد، یک کسی دیگه هم شریک کرد. گفت که هم نماز میخونیم، هم زعدنا گفت فلان بایی که نماز میخونیم هم قرض میگیرم، چند بار در پیشش نماز میخونم. بعضی بایای هم خیلی فریب دادن. در تابستان آدمی که به نماز جماعت، نماز بامداد میرد و دلالت به تقوادار بودنش میکند، چون که ساعت 3 به خستن کار آسان نیست. شبانه ساعت خفتن 11 تا میرید خواب میکنید، خواب نمیکنید، ساعت 12 1 میشد، گشته 3 خستن در کار. بامداد به در تابستان کسی بامداد خواند و به تقوا حساب میشه. قریب 3 ماه در نزد همین بای عمده نماز بامداد خانه است، بعد پولی کلان قرض میپرسد، پولی کلان. بعد میتید این آدم که مقصد نمازاش بامداد دانده، هر یک آدم ریشتار بامداد در جماعت نمیخواه، این میخواه، میتید که فریب بده. بنابراین خب فدخل فیه الایمان، ایمان در زیر کلمه اعمال داخل میشد، میگن امام بخاری. مادامی که عمل ها وابسته بر نیت باشد، ایمان هم وابسته بر نیت است. این دلالت میکند که بعضی آدما بودن ظاهرا ایمان میوردن، در داخل قلبشان ایمان نداشته. بعضی علما از شارحان حدیث هستند که مقصد امام بخاری رد به مرجئه هست. یک طایفه از مرجئه ها اینا میگفتن که ایمان فقط با زبان لا اله الا الله محمد رسول الله گویی کفایه است. و طایفه از مرجئه ها میگفتن که ایمان فقط در قلب با زبان تلفظ کردن شرط نمیگفتن. اینا بدترین مرجئه ها هستن، همین دو طایفه. یا طایفه دیگرش با زبان و با قلب میگن، عمل در کار نه نماز خونی، نه طهارت کنی، نه غسل جنابت کنی، نه سلام دهی، نه علیک دهی، هیچ کار در کار نمی. لا اله الا الله محمد رسول الله با زبانت گفتی، با دلت تصدیق کردی، تو جنتی میگه. همه اینو گمراه هستن. و این کتاب ایمان اساسا رد به مرجئه، رد به خوارج، رد به قدریه و همین طایفه های گمراه که در ایمان لغزیدن و گمراه شدن. گمراه ضال میگن در لغت عرب، ضال مضل، ضال گمراه، گمراه هم نیو گم، شخصی که گم شده است، یعنی راه گم کرده است. گمراه یعنی راه گم کرده است. الله تعالی میگه ضلالا بعیدا، بسیار گمراهی بد شده است، دور، گمراهی دور، یعنی به این نزدیکی ها راه راسته یافته نمیتوند. نهایت دوری بعد رفتگی، اگر گشته همون راهی رفتگیش که بیادم ممکن نمییابد راه، چون که دیگه وقتش نمیرسه. ضلالا بعیدا، الله تعالی مشرکای هم خیلی وصف کرد در قرآن. فدخل فیه الایمان، امام بخاری گفتن که به همین عنوانی که ما گذاشتیم ایمان هم شامل است. و الوضوء، طهارت هم. و بعضی علما مانند امام ابو حنیفه، اوزاعی، سفیان ثوری رحمت الله علیهم، اینا میگفتن که به طهارت نیت شرط نه، و جمهور علما به طهارت نیت شرط میگن. فایده خلاف چی است؟ فایده خلاف همین که یک آدم مثلا خفته نخواند و حاجت خانه در آمد، مقصدش طهارت کردنی نبود، قضای حاجت کرد و گفت که دستم میشم میرم، گفت چون که دیگه نه نماز است نه قرائت قرآن، خواب میکنم، دست میشم خلاص، گفت طهارت نیت نکرد. بعد یکی میبیند که طهارت کرده شده است، فکرش کیم کجا رفت. و عادتاً که شخصی مؤمن، چقدر که پیامبر صلی الله علیه و آله میگه لا یحافظ علی الوضوء الا المؤمن، به طهارت همیشه بر دوام محافظت نمی کند مگر هم مؤمن. شخصی مؤمن همیشه به طهارت مشغول است، به طهارت نمی گردد. از سبب اون که بسیار طهارت میکند، همین دست سرش 3 بار شوش دستو، دست خودش روسا ریفلکس میگن،
یعنی به طریق اتوماتیک به دهان و بینی و روی و دست و پای شده است. بینیت در نزد امام ابو حنیفه همه آدم طهارتش طهارت، در نزد جمهور علما طهارتش نیست. برای چی؟ برای اینکه انما الاعمال بالنیات و انما لكل امرئ ما نوى. و این آدم نیت نکرد و مانند همین آدمی که جنوب است به بحر یا دریا برای آبگیری رفت، میخواست آب گرفته آورده در خانه گرم کرده غسل کند از جنابت، ناگاه پاش لغزید و به دریا غلطید، غرق شد. و دریا غرق شد و برآمد و گفت که غسل چی حاجت؟ گفت غسل کردم که. گفت در نزد سه مذهب غسلش غسل نه، برای اینکه نیت نکرد. خب امام بخاری هم میگن که والوضوء، یعنی برای طهارت نیت شرط است. میگن اگر کسی که بی نیت هم تو برای خنک شوی عیناً همون طهارت کارهاش کرد، مثلا طهارتش طهارت نمیگن. و اونهایی که میگن که نه این طهارت عملی مستقل نه، عبادتی مستقل نه، برای همین نیت شرط نمیگن. بعد اینا رد میزنن که آخه شما تیمم به نیت شرط کردید کو. در مذهب حنفی به تیمم نیت کردن شرط است. کسی بی نیت تیمم کنه طهارت حساب نمیشه به تیممش. خلاصه مسئله اختلاف است، لیکن امام بخاری مذهبی بخاری همین است که به طهارت نیت شرط است. و صلاه به نماز این اجماع علما هست، یعنی همه مذهب‌ها میگوید که بله به نماز نیت شرط است، یعنی باید در قرارت قلبش نیت کند که این کدام نماز بود. و زکات، برای زکات هم باید پیش از آن که برارد گفت که این پول زکات است، نیت کرده برارد، با قلبش نیت کند شد، با زبان گفتن شرط نه. و الحج، حج بله حج باید با قلب باشد، با زبان تلفظ کردنش سنت است. دو عبادت است که نیتش با زبان سنت است، مانند حج عمره یکته، دیومش قربانی. این دو عبادت پیامبر صلی الله علیه و با زبانشون هم نیت کردن، حالان که اصل قلب است. و صوم، روزه نیت شرط است. و الاحکام یعنی معاملات، مراد از کلمه احکام معاملات. در معاملات نیت اعتبار است. رو خانه پدرت رو گفت، ما میپرسیم که با چی نیت گفتی؟ گفت که با نیتی گفتم که دیگر همین زنه که روش دیدن نمیخواهم، دیگر اسمو خانه پدرش نبیاید، دیگر قطعی این آدم زندگی کرد، مطلقا جدا شدن نیت کردم. گفت طلاق واقع شد. یا آدم دیگه پرسیم که برای چی گفتی به خانه پدرت رو؟ گفت که مقصد رو پدرت زیارت کرده بیافتم، رو خانه پدرت رو، مقصد به خانه مهمان ها میبیان باید زنک نباشد مثلا، یا پدرت زیارت کن. یا گفتم یک 3-4 روز از چشمم دور شو. گفتم گویا طلاق نهفتید است. دیدید؟ یعنی امام، یعنی نیت در همه این عمل ها معتبر است. گفتن امام بخاری. بعد از اون گفتن که وقال، یعنی وقال الله قل كل يعمل على شاكلته على نیته. الله تعالی گفت که هر یک آدم طبق نیتش عمل میکند. کلمه شاکلته علی نیته ترجمه کردن امام بخاری و از خود پیشتر گذشتگان داشتن، مانند حسنی بصری و معاویه ابن قره، اینا کلمه شاکلته مانند دیگر مفسرها علی اصوله ترجمه نکردن و علی نیته ترجمه کرده بودن. یعنی اینم معتبر است، یعنی هر یک آدم بناهن به نیتش عمل میکند. و بعد از آن امام بخاری گفتن که نفقت الرجل علی اهله یحتسبها صدقه. این حدیث است اصلا، لیکن بدون قول پیامبر صلی الله علیه و آله، بدون نسبت به صحابه، بدون اسناد، بدون اضافه به پیامبر صلی الله علیه و آله، هم تو گفتن که نفقه یک مرد به اهلش اگر نیتی ثواب کند صدقه حساب میشد. حالا میبیاد این حدیث هم در همین باب، هم در حدیث 4006. و این چنین گفتن که ولکن جهاد و نیتون. این اصل حدیثی پیامبر صلی الله علیه و سلم است. پیامبر علیه الصلاه و السلام وقتی که مکه رو فتح کردن گفتن که لا هجرت بعد الفتح. بعد اینکه مکه فتح شد، کشور اسلامی شد، دیگر هجرت کردن از اینجا مشروع نیست. دیگه از مکه به کجا هجرت میکنه؟ جایی که قبله مسلمان ها است، جایی که مسلمان ها از دور و نزدیک میبیایند، کجا میره دیگه؟ جایی بهترین بقعی پاک، یا رکعت نماز 100,000 رکعت. بنابراین گفتن که لا هجرت بعد الفتح، بعد فتح مکه دیگه هجرت نیست.
هجرت از مکه مشروع نیست، ولکن جهاد و نیت، لیکن جهاد تا روز قیامت باقی است. یعنی برای جهاد رفتنش ممکن است از مکه برآمده. و نیت باقی است، نیت کردن به کارهای خیر باقی است، نیت در تمام عملها مشروع است. بعد از آن امام بخاری رحمت الله علیه حدیثی 54 رو روایت کرده، گفتند که حدثنا عبدالله بن مسلمه قال اخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن ابراهيم عن علقمه بن وقاص عن عمر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الاعمال بالنية ولكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. این حدیث یک است. امام بخاری صحیح بخاری رو با همه حدیث شروع کردن و این حدیث در 7 جای صحیح بخاری تکرار کردن. این حدیث ما در حدیث رقمی یکم شرح داده بودیم و من بعدم با شرح میدیم و در ابتدای کتاب عمدة الاحکام شرح دادیم. در ابتدای 40 حدیث شرح داده هستیم مفصل. امروز مفصل شرح نمیدیم، تو ترجمه میکنیم. حضرت عمر گفتن که پیامبر صلی الله علیه و سلم رو شنیدم که گفتن که الاعمال بالنیه. در این روایت بدون کلمه انما آوردن. امام بخاری 7 مراتب این حدیث رو روایت کردن، 7 خیلی روایت کردن. امام بخاری تکرار میکنن لیکن تکرارهاشون با تکرارهاشون مانند نه، اون فرق میکنن. استادهای دیگر میکنن، راویهای دیگر میکنن، لفظهاش دیگر روایت میکنن. راوی که استاد که دیگر شد، یک استاد به یک اسلوبی خودش روایت میکنه، یک استاد به لفظ خودش روایت میکنه، لفظهای هم فرق میکنن. گفتن که الاعمال بالنیتی، پیامبر صلی الله علیه و سلم که عملها وابسته بر نیت است. اینجا به صیغه مفرد آوردن، نیت نفته، انما الاعمال بالنیات در ابتدا اومده بود. عملها وابسته بر نیت ها است. اینجا عملها وابسته بر نیت است. ولی کل امرئ ما نوى، برای هر یک کس هر چیزی که نیت کرد همه حاصل میگردد. فمن كانت هجرته الى الله و رسوله، کسی که به الله، به خاطر الله و رسولش هجرت کرده باشد، فهجرته الى الله و رسوله، هجرتش به سوی الله و رسول است، مکافاتش الله تعالی میدهد. و من كانت هجرته لدنیا، کسی که هجرت کرد به خاطر دنیا، یا پول کار کرده بی مفته هجرت کرد، مفتی فلان دولت آیلیکش کلام بود است، به همین خاطر رفت. به خاطر اینه که اونجا نمازهای در جماعت میخونیم، بریشمون کسی کاردار نیست، به سطرمون کسی کاردار نیست، فرزندامو در بین مسلمان ها تربیت مییابد، قرآن میآموزد. به این نیت سفر نکرد، دنیا، برای دنیا شده هجرت کرد. این شهر ترک کرد، به دیگر شهر هجرت کرد، به خاطر دنیا هجرت کرده باشد، یصیبها، به همون مقصدش میرسد، همون دنیاش الله تعالی میدهد. او امرأة یتزوجها، یا آدم گفت که به فلان کشور میریم، دختراش خوشرو بود از مردکا اونجا کم بودیان، قدر داشت از مردک، یا میریم زنای سفیدی خوشرو میگیریم. گفت مثلا سفر کرد، فهجرته الی ما هاجر الیه، پیامبر صلی الله علیه و آله هجرتش به همون چیزی که هجرت کرد، به همون. به خاطر زن همون زن میگیره، به خاطر پول میگیرد. اما کسی که به خاطر الله و رسولش هجرت کرده باشد، فخوشا به حالش، فهجرته الی الله و رسوله، هجرتی وی به سوی الله است و این مکافاتش الله میده. مکافات وی پول، مکافات وی زن نیست، مکافات وی از جانب ذات عظیم و مکافات ذات عظیم پست نمیشود. مکافات عظیم نمیگوید، مکافات عظیم است. فهجرته الی ما هاجر الیه. خلاصه مراد امام بخاری از آوردن این حدیث در کتاب ایمان این است که عملها وابسته بر نیت ها هست. نیت محلش قلب است و محل ایمان هم اصل منبع و سرچشمه از قلب میشه. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه ان فی الجسد مضغه، در جسد آدمی یک گوشتپاره هست. اگر همون گوشتپاره صلاحیت یابد، اصلاح شود، صلح الجسد کله، تمام جسد اصلاح میشد. و اذا فسد الجسد کله، اگر همون گوشتپاره ویران شود، تمام جسد ویران میشه. الا و هی القلب، آگاه باشید که وی قلب است.